این پول صراط جسر گفته اصلا یک کوپرکی را میگن، در ما و شما پول را میگویند، یعنی بالای جهنم کشیده شده است. و این منکم الا واردها، خداوند در قرآن سوره مریم ده میگوید نیست بر یکی شما این که البته از پول صراط باید که بگذرید. هر کدام شما باید که از پول صراط باید بگذرید. پول صراط را هم پیغمبر خدا حدیث های مبارک ده میگوید که خیلی باریک است و خیلی تیز است. حتی در بعض احادیث ها چی میگوید؟ مثل همین خار مرغلانی که در راه ها پرتافته می شود بالای همان پول صراط میگد گذاشته شده است. کسی که اگر در دنیا نیکی هاش زیاد باشد به منزله همون نیکیش گفته است پیغمبر خدا در پیش او روشنی پیدا می شود و او انسان چیکار میکند؟ از این پول صراط میگذرد. البته پول صراط هم حقیقتی دارد که اینها را آیت های قرآن برای ما و شما حکایت میکند. اینها مختصرا در باب این نامه اعمال و ترازوی اعمال و پول صراط برای ما و شما حکایت شد. الحال یک چند روز است که اینجا سوالهای خیلی زیاد و برادرها حتی سوالهای تعجیلی کردن که همان جمعه خواستند جواب اونها را بگیرند. یکی صد افسوس که ما این سوالها را نخواندیم. برای همین به همه ما و شما انشاءالله از این 3 جمعه که سپری شد معلوم شد آمدن قیامت، نشانه های قیامت، چگونگی قیامت و باید ما و شما چیکار باشیم. چگونه که پیغمبر خدا گفتند استعید للموت قبل نزول الموت، پیش از آن که مرگ بر بالای شما می آید باید برای مرگ شما تیاری ببینید. یعنی پیش از آن که قیامت بالای هر کدام ما و شما می آید باید که ما و شما بر روز قیامت چی باشید؟ تیار باشید، تا که در اون میدان، در اون حشرگاه ما و شما خجالت و شرمنده نباشیم. السلام علیکم داملای عزیز. از شما خواهش می نمایم که در این مسئله ما تیزتر جواب گویید. من سوداگری می نمایم و در وقت حاجت بر من افتاد زنم را در جای خود می مانم که سودا کند. روز من زنم را در جای خود ماندنی شده به حاجت روان شدم. در این وقت یک سوداگر دیگر مرد بود. از پس او آمده در کتف او با طرز شوخی زده و از بندی دست زنم داشته با 2 دست او را داشته و سلام کرده احوال پرسی میکرد. این عمل بر من خوش نآمد و من زنم را سخنان ناخوب بدی که از شریعت بیرون است گفتم و این حادثه به خانگی ها همانم رسید و زن من گفت که اصل واقعه این نیست. من از خشم بسیار از همه علل خصوص از ابلیس لعین فراموش کرده به زنم قسم دادم اگر اصل واقعه چنین باشد طلاق. او جواب داد که بله، لیکن در حقیقت اصل واقعه چنین بود. شما داملای عزیز جواب دهید که زن من طلاق شده است یا نه. بعد این واقعه من در ساعت 3 شب از خواب خیستم و با همراهی زنم طهارت کردیم و زن من تن و نفس خود را بر من بخشید و من قبول کردم. خواه خطا باشد خواه روا، من شاهد نکاح خود خداوند و ملائکه ها را ثواب گناهی که مرا کتابت میکنند انتخاب کردم. در حق ما دعای خیر کن که من از خدا میترسم. خیلی بگیم یک مکتوب علم آور، لیکن آخرش اثبات میکند که تو از خدا نمیترسی. زیرا که زنان را بس است همین یک هنر، نشینند و زایند شیران نر. حضرت فردوسی به حکمت نگفتند زنان را بس است همین یک هنر، نشینند و زایند شیران نر. وقتی زن بازاری شد دیگر هر چیزی که به سر تو می آید تو نفس خود ملامت کن. وقتی تو مرد هستی و قدرت در بازار نشستن داری، باز به زمین اگر زنی خود مثال میبری و در بازار که میگذاری اون بازار است.
مردم میقپش، بچه هم میقپش، قطعی و هزارها آدم یک روز در سلام میکنه. البته مرد اساسی و مرد حقانی و مرد مسلمان باید رشک داشته باشد، رشک اسلامی داشته باشد که یک مرد چه حق دارد که با زن من سلام میکنه. این حالت دیوسی و بیغیرتی ما و شما را نشان میدهد که زن ما و شما با طلبش سلام میکند، با همسایش سلام میکند، با یگان آدم نیکاره سلام میکند. این دیوسی ما و شماست. در یک خانه یک مرد مهمان شده است. بعداً همون مردم یک مرد بیغیرت فرمان داده است برای زنش که دسترخوان بیا. چگونه ای که در خانه ما مردم الها زنها و دخترهای ما و شما خدمت میکند، این قطعیاً منع است. نخواه که زنی تو در پیش رفیقی تو خدمت کند. او خم می شود، راست می شود، تمام وجود او در میدان است. او جایز نیست در پیش ما و شما زن ما و شما و خواهر ما و شما خدمت کند. پای ما و شما نمیشکند، خود ما خدمت میکنیم. حضرت عمر در خانه مهمان که می آمد نزد دروازه راست می ایستاد. میگو ملائکه ها برای آمدن مهمان خوشنود هستند، راست ایستادند. عمر کجا نشیند؟ آیا ما و شما قد عمر هستیم؟ خودتان خدمت کنید، بچه هاتان خدمت کنند. در یک خانه یک مرد میگد وقتی مهمان شده است، زنش خدمت کرده است. بعد این مرد مهمان آدم دیندار بوده است، خواست است که همین صاحب خانه را یک تعلیم دهد. چشمش میگه از زن همون نکن، فقط زن همون را نگاه کن. چای میارد همون را نگاه میکند، پس میراد پسش نگاه میکند، پیش میراد پیشش نگاه میکند. این خاندار خجالت شد، میگه از این مرد مهمان پرسید. مهمان گفت خب بار به سوی دسترخوان نگاه نمیکنی، فقط همین چشمهای تو به سوی زن من است. این مرد مهمان چی گفتند؟ گفتند مادام که زن تا که آوردی بگذار که تماشاش کنی. اگر نمیفاریدت از تماشای ما، از نگاه کردن ما، خودت خدمت میکردی. مادامی که آوردیش به نزد ما، مرحمت دیگر ما تماشاش میکنیم. و این برادر این حادثه ای که شده است، این فتوا را من فتوای طلاق نمیتونم، لیکن میگم که طلاق شده است. زیرا که اصل واقعیت چنین باشد و شما شرط گذاشتین که اگر همچنان باشد تو طلاق، اگر واقعه و حادثه همچنانی که الحال حکایت کرده که باشد، اون زن گفته بود است بله اگر اصل واقعیت چنین باشد من طلاق شده است. اینا شما میتونین که در اداره مفتیات رفته چیکار کنین؟ فتوا میگیرین. در این حالت نکاح خدا و فرشته ها هیچ وقت شاهد نمیشوند. این عقیده ها را از معنی و فکر اختان دور کنین که سنگ میمانند، کلوخ میمانند، دیگر میمانند. میگن اینا چی هستند؟ شاهد هستند. اینا شاهد نمیشوند. در نکاح تا دو مرد شاهد نباشد نکاح شما نکاح نمیشود. و اگر تا حد امکان شما را اگر چیتا مجبور نسازد زندگی و شما بیمار نباشین، زنهاتون بازاری نکنید. زنها را بگذارین همون کار خانه را انجام دهند. شما مرد هستین بیرون در کار کنین، مهنت کنین، هم زنتون نفقه شب رسونین، هم فرزنداتون نفقه شب رسونین. انا این حالت چی است؟ خدا ترسی هست. این صورتش اگر میگفتی من از خدا میترسم، من باور میکردم. السلام علیکم اکای حاجی مرزا، بعضی زنان بعد نماز خواندن جای نماز خود را بوسه میکنند، مگر درست است یا نه؟ اگر چی غلط است، مثال بوسه کردن جای نماز، هیچ یگان نه حدیث است نه آیت است نه یگان فتوای آمدگی است که ما و شما جای همان سجدگاه خود بوسه کنیم.